برگشتیم بریم برای ادامه کار. خب تا قسمت قبل که به اینجا رسیدیم تو این وان پلاک و خیلی بدجور مردیم، مثلا داستان‌ها داشتیم. خب من میخوام ببینم این دفعه ببینم صندوق، خب یه صندوق چیزی یه گوشه بذارم که اصلا دست کسی بهش نرسه. وسایلمو مثل چوب، نون اینا رو توش بذارم تا بتونیم در امان باشه اینا. خب حالا موقع تا اینجا اومدید حتما لایک رو بکوبید که حتما به من انرژی بدید تا بتونم ویدیو بیشتر بذارم. حالا چون حالا مدرسه برم و اینا دیگه واقعا نمیشه مثلا خیلی تون ویدیو گذاشت، ولی تلاش میکنم بتونم سری ویدیو بذارم. و الان یه ذره چوب بردارم، هم برم سنگ بکنم از اینجا. سنگ بهم بده. سنگ بعدش اینه تو بخش قاره و همینش بده، یعنی قاره، یعنی یفه این زامبی اسپام میشه و کلا اصلا بمیریم. خدا شکر این افتاد پایین. واه کلاه و تیر داریم، خیلی خوبه. حالا بپوشیم. یه دونه کلاه هم شکلی داریم. 2 تا کلاه بهمون داده، چه خوب. حالا سنگ الان یه دونه داریم، تلاش کنیم بشه 3 تا حالا بیشتر بتونیم کار کنیم. خب شده الان 4-5 تا سنگ داریم، چه خوب. میخوام تا جایی که تلاش کنم از اینجا دور شم چون خطرناکه اینجا مثلا چیزی اسپانش اینا. لباسش هم به دست آوردیم، پس لباسش هم میپوشیم. تمام شد. داریم قوی تر از همیشه داریم پیش میریم. صندوق فقط خیلی زیاد میده بهمون و همین احساس منم خوش شانسی مونه. تو این نظر وای چکاشمون شکست. خب الان میخوام ببینم یه دونه کلنگ بسازم. نمیشه. چرا نمیشه؟ خب اینجا که ایو دیگه چوب میخوام. این چوب داریم ور داریم. خب تیکه چوبا رو تبدیل به اسلایم میگم اسلایم. یه کلنگ تبرم میشه؟ نه تبر نمیشه. تبر درست کنم. خب پس ما الان خیلی به وسایل مختلف احتیاج داریم که الان نداریم. بره. حالا ما الان اینا رو بکنیم. وای ترک. وای حاجی چست این گوشه بود ترکون چستو. خیلی بد شد. نونا همه اینا رو دست دادیم. نه نونا اینجاست. وای گفتم الاناست که دیگه کلن از بین بریم. خیلی خوب شد که از بین نرفتیم و هنوز هستیم و واقعا هم خوشحالم که هنوز وجود داریم. بلاکام دست دادیم. خدافظ. اینجا خاک بکنیم. من ترسم هم از همینه چون اینجا گفه این حیوان اسپام میشه و کلا به ناگودیم. واسه همین بیو من ببینم شمشیر دارم. یه دونه بردارم. خب شمشیر برداریم. چستا میذاریم اینجا پیش چستا میذاریم اینجا. تیرا اینجا اینا اینجا. من میگم تیر و تیر کمون هم برداریم چون احتمال احتیاج بشه دیگه. میخوام چند تا حیوان بکشیم و اینا احتیاجه. کلا داریم میریم یه سطح جدید، یعنی که دیگه از غار اومدیم بیرون و دیگه احتمال زیاد حالا زغال پغال بهمون نده. این ناراحت کننده است ولی خب دیگه چه بکنیم دیگه بهمون نمیده. حالا میخوام ببینم میتونیم، یعنی چی میشه همین وان بلاکر میتونیم تا جایی پیش بریم که به اند برسیم. نمیدونم، تلاش کنم بتونیم زود برسیم بهش. دیگه من نمیکنم زیاد چون احتمالش بعد ایست کنیم این 1 بشه. 1 شد. وارد سرزمین جدید شدی و فکر کنم مثلا یه بخش خاکیه که چراغ داره و اینا داره. خوبه. داره بهمون لامپ میده. من دوست دارم یه جای خوشگل بسازم برای خودم. الان یه در میترسم حیوان اسپانش ما رو بندازه. من میگم بریم یه جای درست کنیم که یه گوشه. خب ما بریم یه گوشه. خب اینا آجر وسایلمون رو چیا داریم بذاریم داخل صندوق. اینا مثلا اینا چیه؟ اینا جدیده. میذاریم جای تو صندوق. 27 از اینا داریم. خوبه میتونیم بزرگ کنیم زمینو. 3 تا از اینا. چقدر چیز نیست داریم. خوبه. یا خیلی خوبه. میتونیم بزرگ کنیم اینجا. من میخوام از اینجا مثلا دور شم برم این بالا یه جا بسازم. یعنی چی بگم مثلا اینجا رو بلاک بزنم بیام بالا اینجا رو شروع کنم یه خونه خوشگل ساختن. خب
این 27 رو برداریم. خب تا بتونیم ادامهش رو درست بسازیم. این از این بالا میشینیم و آجرها رو میذاریم. خب بشینه این به خاطر وان بلاکه. خب ما میتونیم راحت بلاک بزنیم، مثلا راحت میتونیم وقتی داریم راه میریم بلاک بزنیم. یعنی حالت اینطوری نیست که حتما باید بشینم مثلا بلاک بزنم، همینطوری بلاک رو بخش هوا هم بذارم این قرار میگیره سر جاش. اصلا احتیاج زیاد سخت کنین. میخوام کف خونم این شکلی باشه، نمیدونم چرا اصلا من خوشگل باشه، واسه میذارم از همینا باشه، دستش نمیزنم. یه ذره بزرگترش میکنیم بخش خونه رو. اینم از خونمون که تقریبا خوب بزرگ شد. اینا هم بکنیم از اینجا. خب اینا اینجا بکنیم. چوب خوبه، چوبا احتیاج میشه یه روزی. جایی که میتونیم چوبا اینا مخازن احتیاج میشه. اینم از این یه محل صاف داریم و بریم بازم بکنیم، چون احتمال زیاد بازم باید وسیله جمع کنیم و همه خوبه. آرمانون بکنیم و هنوز یه بار دیگه هم میگم لایک کامنت ها رو حتما بکوبینا، به من انرژی میده. خب الان که به اینجا رسیدیم، اینا بنازیم پایین سریعا. خب لامپ میده، وسایل مختلف میده، خوبه، ولی نمیدونم چطور اینجا رو بزرگترش کنم بیشتر حال بده. خب ولی احساس میکنم بعد خیلی قسمت بدیم بیرون تا بتونیم تمومش کنیم. وان بلاکتون هم سخت. واو چقدر چیز، اینا خیلی خوبه. من میدونم یه سطل چیزی درست کنم که آب بذارم، آب به کارم میاد. آره خب اینا هم بکنیم همش سریعتر. بس یعنی الان چیزایی که با ما میده، یعنی چیزا خوبیه، واقعا خوبه. توتیم گرفتیم خیلی خوبه. لاوا گرفتیم، یعنی اگه آب بتونیم بگیریم میتونیم جا سنگ درست کردن بزنیم، بتونیم ازش سنگ بگیریم و ادامه رو کلنگ بتونیم بسازیم اینا و دیگه میشه منابع نامحدود. خب حالا رو بیکنیم. حالا رو چست هم نمیده، چست داد همون طلا ایناست، زیاد چیز جدیدی نداد، ولی دایمند گرفتیم جدید و اصلا ترکون. اینم آب لجنزاره انگار، ولی هوا داره تاریک میشه، میترسم ما به اسمان شه. حالا خب اینم ما به اسمان نمیشه. آره اینم از این تا اینجا رو کندیم. خوبه. وای بدراک میخوایم بریم یه مرحله دیگه. وای خب ببینیم این بالا یعنی اینا ما به اسمان میخوره خود این عجیب، اصلا این زیاد باحالم نیست. میخوایم خوب از نگاهی بهش نگاه بکنیم، زیاد باحالم نیست. 33 تا داریم، اینجا رو بزرگ میکنیم. وای 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 خیلی بلاک چیندم اینجا رو. خب یه ذره نور میخوایم، من بیام یه ذره نور رو بگیرم از اینجا. خب نور نداریم، اینجا یه دونه چراغ داریم، همین چراغ خوب، همین چراغ برای کل سطح بالا بس. یه دونه چراغ میذاریم اینجا نور میده، تمام عالیه. خب اینجا هم بچینیم، بذار یه ذره بریم اینورتر، مثلا 2 بلاک بریم اینورتر. خب 2 بلاک هم اینجا بچینیم. حواستون باشه نریم نیفتیم پایین، بیفتیم پایین دیگه کلکمون کنده است. آره خب حالا تا اینجا که اوضاعمون اصلا بد نیست و خوب میتونیم پیش بریم. تا اینجا اینا رو درست کردیم. من میخوام اینجا حالت پایه داشته باشه، یعنی مثلا اینجا رو من یه دیوار میخوام بدم ولی با یه رنگ، مثلا یه رنگ بلاک دیگه. خب الان آبم دارم، بذار برم یه گوشه رو بکنم. همین حالا گفتم حالت فرمول سنگ باشه، سنگ فارم میشه، فارم سنگ درست کنم، ولی بعد یه گوشه برم که چوب باشه. همین گوشه رو میام برای ساخت فارم، ولی کوچولو. اینو ما فارم بزرگ بسازیم چون اصلا احتیاجی نیست به بزرگ سازی فارم. اینم از بخش فارممون و اینجا رو یه اینطوری میسازیم. اینم از این.
بریم بلاک میخوایم. کلنگ نداریم ولی کلنگ میتونیم بسازیم. خداشو خوبیش اینه. واو چقدر چیز خیلی خوبه. بریم چست سنگ ندارم یه ذره داره. خوبه سنگ داریم. بریم باشه 2 تا کلنگ بسازیم. این به دردمون میخوره. یه تبرم داشته باشیم بد نیست. یه ذره بریم سنگ و چوب هر چی هست بده ماین کنیم. اوه رفتیم بخش برفی. یعنی الان یفمه خرس قطبی اسپام میشه برای ما. هیچی دیگه خرس قطبی اسپام میشه بس سریع بنازمش پایین. ما رو نکشه. ولی خوبیش نه اصلا میتونه ویلیج برفی اسپام ویلیجر بگیریم. خوبه. گفتم ویلیجر اومد اصلا ذکر خیرش بود ولی چیزا خوبی نمیده. پس بای بای. حالا رفت دنیا رفت دیگه. اینجا خاک داریم. چست واه عالیه. و دستمون چقدر پره. بذار چستم بکنیم. چست دستم نداره. خب یه زن چستر بکنم بیه دستم جاش. خب خوب داره میره زیر آب. این خیلی خوبه. این خیلی چیز خوبیه داره استفاده میشه برامون. خب یه ذره خاک داریم. من از همین خاک استفاده بکنم و بخش فارممو درستش بکنم سریع. خب اینجا باید مواد مذاب بذاریم. اینجا مواد مذاب، اینجا آب که مواد مذاب بیان اینجا با هم قاطیشن. و فکر کنم این بلاکر اینجا نباید بزنم و اینجا بزنم. آره که آب مثلا مواد مذاب بیاد پایین‌تر و آبم بیاد پایین‌تر و هم برخورد کنم محل برخوردشون. آره خب اینم از این مواد مذاب با آب بگیریم. فقط این آب بعدیش اینه حیوان داره. من برم حیواناش آزادسازی کنم. آزادسازی حیوانات در قفس افتاده. آره کمپینگ. خب این آب ولو شد. یه آب ساده داریم پس تا الان خدا شکر. خب به خاطر اینکه من آب بزنم آب تا این ور میاد و خطرناکه. آره ما از من اینو میزنیم و اینو میاد اینجا. خب این اونجا میشه سنگ ولی من اینجا سنگ رو خرابش بکنم. این میشه الان فارم ما که هم تو سنگ میده و ما هم میتونیم سنگ رو استفاده سازی کنیم. هیچ چیزی ما این آب رو بردار. خب آره اینو بکن. این فارم تا اینجا که اومد آب اینجا بیاد که نه سنگ این جلو درست کنه نه اون عقب. ما از اینجا باید دوباره تا اونجا بریم واسه این بهش خطرناکه. یه سر از اینا هم سوخت فکر کنم. این فارم که داریم میسازیم یه ذره خطریه چون احتمالش هست مثلا بریم تو مواد مذابی هست. میتونیم سنگ نامحدود داشته باشیم. سنگ 12 تا داریم خیلی خوبه. اینم از فارم سنگمون که ساده داره فارم برامون درست کردیم و یه فارم خیلی خوشگل پولی داریم. خب الان میخوام برم ببینم فارم دیگه ببینیم فارم چی میتونیم در حال حاضر درست بکنه. خب تو تازه خالی ها داریم اینا بره توی چست. خب جا چستیمون که خالی. اینم میاد اینجا. این کلنگ آهنی هم بذاریم اینجا چون الان احتیاجمون نمیشه. خب یه دونه چست بعد اساس کنیم کنار اضافه سازی کنیم که واقعا احتیاجمونه. آره خب اینم یک چستمون که گنده شد چقدر خوب. خب الان لامپ داریم تعداد زیاد. آهن داریم، طلا داریم، چی بگم همه چی داریم کلا. منابع زیاد. یه ذره نون میخوام بخورم. توتم هم داریم چه بهتر. اینا رو میگم مثلا باشیم چون احتمالاً به کار میاد. جای اینا هم بچینیم اینجا. اینو با این یکی کنیم دیگه. گاز که نداریم نه. اینا بذاریم اینجا. یه تبر داریم. چوب داریم نه بس من برم اینا رو به چوب تبدیل کنم از اینجا. را خوبه. فقط هم دو هم کنم مثل دفعه قبلی نشه که
خوردیم به یه دیواری چی بود کلن همه اینامون ریخت که اصلا از دست واقعا خورده. چرا باید یک TNT اسماشه و ما رو کلن بکشه بهم ببره دارم سوخت داره این ولی از اینجا که به دست اومدیم سنگ داریم من میخوام از اینجا یه دیوار سنگی کوچولو بدم. خب بعد اینجا شالت ستون بدم بالا یه نور بزنم بالاش از این نور بزرگم با مربع. بعد اینجا رو هی بزرگترش کنم با همین بلاک حالا یا اصلا اینا یا مثلا با خاک. خب یکی از اینا اینجا رو بزرگتر میکنیم هی. از اینا گرفتیم چه خوب. XP داد XP میخواستم XP رو دست دادم نمیخوام XP رو دست بدم. خب خوبه هم تا اینجا چیزا خوبی به دست آوردیم و فکر کنم آهنم بهمون بده. اگه آهن بده چیز بدی نیست واقعا دوست دارم آهن. فکر کنم که واقعا سرتون یه ذره درد بیاد شما بریم یه ذره سرعت ببرم جلوتر دوباره میبینیم هم دیگه رو. چرا باید میری با هم بلای برسکای بلای مور چیزی آقا وامبلوک داشت تازه رفتیم. وای بیفتی حاجی این گوشه تو من دید اینجا زد من اینطوری اومدم این لبه داشتم میافتادم داشتم سکته میکردم. خب میگم از اینجا ما یه ذره بیایم این گوشه رو یه ذره خاک بذاریم امنیت جانی داشته باشیم. تو امنیت جانی نداریم خدایا کمکم کن امنیت جانی داشته باشیم. امنیت جانی داریم ممنون خدا دیگه. بوز کوهی ولی الان شدیم بدون کوه. خب بیا ویلیج بریم چی میده گرونه داداش گرونه نمیصرفه. پس بای بای خدافظ. دوست داشتم ولی به درد نمیخوردی خیلی بهتر بود که بری بوز کوهی بره. بریم دیگه چی بدم داشتیم میگفتیم که داشتیم میکندیم. خب اینا بزید حالا من اینجا یه استاپ کوچولو هم زدم ویدیو رو که اینجا برسیم دیگه به این ویلیجر رو میندازم ببینم گرون میدن یه ذره ارزون بده. حیوانا ببه یه ذره نون بخوریم قلبمون زیاد شه بابا خطریه. اینجا هم که اصلا مابسپان حالی چون اکان چی درست کردم عالیه. اینم از اینجا بخوام ببینم سنگمنگ چقدر داریم. سنگ اینجا 6 داریم اونجا فقط 15 16 تایی داشتیم اینجا 18 تا داریم. خب جمعش میشه چند میشه رانده میبینیم 24 تا میشه. 24 تا سنگ داریم. فکر کنم بتونم مثلا یه جای خوشگل کوچولی برای خودم درست کنم خوشگل باشه و حالا بیکاری مثلا اونجا باشیم وارد یه خونه مجلل بشه واسمون. آره سنگا رو بده 24 تا رو خوبه اوه واسه نشو. خوب اونی که من میگفتم این شکلیه. اینجا رو حالت یه ردیف میدیم این شکلی انگار مثلا دیوار چیزیه. آره بعد این دیوار رو هم تا اینجا ادامه میدیم میایم این ور اینجا هم تا این حالت رد کوچولویی ادامه میدیم تا این هم تا پیش بره آروم. حالا ممکن اینجا داریم کارمون رو میکنیم تا اینجا پیش رفت. خب این هم تا اینجا پیش رفت خوشگل گولی شد. خب حالا با اینو میخوام برم نیمه اسلپ درست کنم. نیمه اسلپ از اینا 18 تا هم درست کنم همین 18 تا بس بیشتر. خب این بالا. خب تا اینجا بودیم که اینو باید بیاین این گوشی میذاریم بعد الان من برم لامپ بردارم از این گوشی پایین. خب از این لامپا زرد برم مثل از ما سبز بردارم. آره سبز برمیدارم و اینو میذارم. خب بعد روی اینو میایم یه اسلپ کوچولو کار میکنیم این شکلی که بیرون نمیره ولی نمیتونی بری بیرون. خب من نمیتونم مثلا بشینی بری بیرون. خب یه حالت حصار خیلی مقاومه که
قشنگ جلوتو میگیره و تو نمیافتی. از این ور یه ذره ریسکیه داشتم پیش میرفتم واسه این نگاه کردم ببینم نیفتم. خب این تا این ور رفت حواسم باشه اینو نیفتم. خب اینم از اینجا یه دقیقه بلند شد اینجا اینو هم اینجا بذار یه سر هم بذار روش. خب این الان این شکلی شد. حالا این اگه مثلا با چیز درست کنیم با شن درست کنیم خوشگل‌تر هم میشه، ولی خب تا همینجاش ولی خوشگلی یه خونه خوشگلی هم داریم بدی نشده. خب اینم از این نور داره چراغ داره همه چی داره خوبه. بریم پایین یه ذره از این فارمه سنگ جمع کنیم مگه نه؟ پایه این من پایم یه ذره بریم از این فارمه سنگ جمع بکنیم. سنگ میخوام سنگ احتیاجمونه. خب سنگ جمع بکنیم لا 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 لا. تبر گرفتیم. نه تبر چرا آروم میکنه؟ نه تبرم به درد نمیخوره. تبرم بذاریم کنار. بذار ما اینو بکنیم. داشتیم میکردیم با تبر یه ذره سخته خدایی بکنیم ولی چه کنیم دیگه. نه تا باید بکنیم آرام. میدونم سنگ نمیده. سنگ نداره بیشوری. خب تبر هم ببینیم چیشو نداریم. چوبشو نداریم. چوبش هم داریم دوتا چی فکر کردی. بریم اینجا از اینجا میسازیم. بریم اینجا اینا درست کنیم. بریم اینجا کلنگی درست میکنیم. تمام. خب ولی یه سوال داریم ازتون. به نظرتون این لباسا بهتره یا این لباسا چرمی؟ اینا بهتره یا اینا؟ اینا بهتره. خب بذار اینا رو تنم کنم. یه سه تنمه. نکن این شکلی هم پیران دوتا دارم. یه پیران اینجا دارم یه پیران هم اینجا دارم. 64 تا پشمم خیلی خوبه. یعنی اصلا بمب افکن خوبیست. بذاریم اینجا چوب خوش نانیم. چوب خوش داریم. تیران بذاریم سرشش دیگه احساس کنم احتیاج نمیشه تیر اینا هم میذارم اینجا چون اینا تا وقتی که بخوام برم این چند دار کنم اصلا الان احتیاج نمیشه. واسه میذارم باش. یه ذره اینجا آهن چه نداد. کندیم آهنو. خب طلا میده با این. خب بس بریم چیز کنیم. کلنگ آهن نه از کلنگ آهنی ما نه چرا هی برون میریم. اینم از کلنگ آهنی مان میکنیم. زیادی دیگه کندم با کلنگ. بای بای. خاکمو برد. یه ضرر توی یه دونه خاک. خیلی ریسکی شد. سکته کردم. خب چقدر تیر اصلا تیر بارو یعنی بخوایم با یکی بریم بازی کشته شده طرف. ببینم چی میدی؟ گرونه. خدای گرون داری میدی. اینقدر نمیصرفه. بده برای این بابا. خب این چیه؟ اسپانر. تخم از این زامبی ها و از این بوغا. هیچ کدومش نمیخوام بدرم. خب بای بای ایوونک. اما اسپانر به چه کارم میاد؟ فقط در حدی که بتونم XP بگیرم به دردم میخوره دیگه. به درد دیگه میخوره. به نظر شما چی؟ به جز XP دیگه درد دیگه نمیخوره واقعا. طلا داریم. خره خوبی تمام شد دهنه خب اینا که این دوستمون که دهنش آسفالت کردیم. بریم سنگ پنگ داریم. نه سنگ پنگ نداریم. بریم از سنگ پنگ بکنیم. سنگ پنگ اصلا چی میگم؟ سنگ پنگ. اگه بتونم یکی از اون قیفا هست که اینا میفته داخلش بعد میره داخل چست میتونم پیدا کنم و برم بذارم زیر این بذارم این پایین که این
اینا رو که میکنم بیفته داخل اون، بعد بره داخل چست که مثلا بذارم یه چست بزنم زیرش که بیفته داخل اون خیلی خوبه اونطوری. وای 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 نو 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 اوی شت، خطری بود، خیلی خطری بود. خب تا الان فکر کنم سنگ خوب پیدا کردیم، سنگ هم پیدا نکردیم، خوبه. منابع سنگیمون داره خوب پیش میره و خب یه ذره بکنیم همینجا. اینم از سنگایی که جمع کردیم، حالش 34 تا جمع کردیم، خیلی خوبه واقعا. خب الان میخوام این گوشم دیوار بزنم چون میترسم بیفتم پایین واقعا. خب الان میگین چرا خب داری روی این میزنی؟ به خاطر اینکه خب این گوشه مثلا حالا اسپانر اینا مثلا میخوام یه چیزی میخوام اضافه کنم به اینجا. خب حالا درست کرده باشم از قبل مثلا یه بخشیشو تا بعدا بقیه‌اش هم درست کنم. حالا این تا اینجاشو درست کردیم، ما یه آجرش هم اینجا میذاریم، این بالا میبر یه دونه نور. چرا خاک میذارم آقا؟ استدلالشو. خب این هم یه دونه نورمونو گذاشتیم، میایم پایین. خب مثلا آقا تا اینجا من میتونم بیام از این همین یه خونه میتونم بیام بالا، واسه که از همین یه خونه هم برم بالا و بیفتم اینجا آجر میذاریم، این دوتا بلاک خاک هم میکنیم ببین برن. خب اینجا هم آجر میذاریم. ایست جالب، این هم راستاتون نیست. عجب چیز جالبی در اومد، خونه کجه دهنش چیز باحالی در اومد. خب دیگه کج دیگه چه بکنیم؟ کجوک خانه این پایین نها کنید، عجب ولی جای خوبی میشه و اینا درستش بکنیم، مثلا یه ذره روش کار کنیم و اینا جای بدی در نمیاد احساس میکنم. خب اینم از بالاش که یه ذره از اینا بذاریم، یه ذره چیز اینجا بکنیم، بیریم یه دست درست بکنیم، یه بسته زیاد اینم از این. خب اینم از این درست شد تا اینجا. اینجاش مثلا یه حالت خونه طور مثلا یه مرحله ورودی میذاریم، نه حالا یه کارش میکنیم اینجا رو که به هم در میرسه. حالا ببینم بلاک دارم براس کف؟ ندارم کف، بی بلاک این در کف. خب خاک داریم، من میگم ببین نصفش مثلا از اینا باشه نصفش خاک باشه، برعکس اینطوری باحاله نه؟ اینم تا اینجا که گذاشتیم سریعا. خب سریعتر بیاریم بچینیم همینجا رو دور تا دور شو. الان یه دور تا دور ساختیم با 16 تا داخلش هم میذاره گذاشتیم چند بلاک. خب اینجا یه سقفی درست کردیم، این سقف رو به نظر من خراب کنیم خیلی خوبه، چون واقعا احتیاجی نداریم به سقف و میتونیم خرابش کنیم، از خاکاش استفاده کنیم. فقط یه کاری میگم بکنیم اینه که این الان بلاک خاکی دیگه. خب میگم ما اینو بکنیم، اینو مثلا یه خاک سبز بده بهمون، بعد ایست کنیم تا اون خاک سبزه حالت رشد بکنه، به بقیه جا سرایت کنه. بعد که اون سرایت کرد وای رسیدیم به بخش چیز، مرحله عوض شد، عجب جالب. خب خوش برگشتین دوباره. خب من می‌خواستم بگم الان دارم چیکار میکنم، دارم آهن میپزم و الان که واقعا یه دونه آهن دارم، پس 2 تا آهن رو نمیپزم و میگیرم میذارم داخل چست، خیلی خوب جامعه میذارم و اینجا داخل چست بمونه. خب یه دونه آهن داریم، چوب موب هم داریم، میایم داخل چست. خب میخوام سپر درست کنم که بهم ضربه وارد نشه. خیلی خوب. خب اینو واش بکنم سپرم ببینم. خب من الان فقط تنها چیزی دارم کفشه. خب بزنم کفش دایمنی میتونم درست کنم با 3 تا تست بزنیم. فکر کنم نه میگم 4 تا بخواد، دقیقاً یه دونه کم دارم. وای مثلا طلایی برم درست کنم ببینم چی میشه. طلا 11 تا دارم، طلای کلا میتونم گلدن بشم، پوره گلدن باشه.
این هم از کفش ما. خب اصلا 3 تا شما نگاه کن، از پایین تا بالا کلا ازت فرق میکنه. پایین طلایی، شلوار آهنی سوراخ سوراخی، لباس این چیه؟ چرمیه چیه؟ ها؟ نمیدونم. این اصلا یه نوع لباسی، اونم یه نوع سپری، اصلا کلا شکل مختلفی داریم. خب من الان میخوام از این سبزا بگیرم و بذارم با امید خدا باشه، ولی کلا از این سبزا چرا اسپان نمیکنه داخل اوه یا خدا چقدر سری شنا رو میکنه، میگن شنا رو میکنه. بعد مثلا میگن گوشا رو میبینم تو شن داره میریزه به زمین. در این حد عجیبه. ای مرچه ما یه دیگه خاک سبز میخوایم، ما هیچی دیگه نمیخوایم به خدا. بابا چه اوضاعی دیگه. الان میدونی شروال چی تیم درست کنی؟ شروال دایمندی 4 دایمند گرفتیم مثلا اینجا، ولی من درست نمی کنم چون داریم و ریسکیه. این هم یه شروال درست کردم. خب این بهتر یا اون؟ این بهتر از سوراخ سوراخیه؟ خب بیا کلا دیگه الان درست کلا یه شکل لباس، یه شکل شلوار، یه شکل کفش، یه شکل کلهم همه چی فرق داره. حال کردین؟ اصلا وقتی با من بازی میکنه اصلا همین چیزا که عجیب و جالبه. خب تو اینجا اینا رو به دست آوردیم، اینا رو بزنیم اینجا پیشم. مس قبلا پیدا کرده بودم، چه جالب، نمیدونستم. خب من دارم به این نتیجه میرسم من باید برم الان یک خونه درست بکنم و داخل اون خونه چستامو درست کنم. خب الان خاک ما نداریم، خب بی خاکی چیکار کنیم؟ بس خدا میدونه من چیکار کنم الان. اینا که من به نظرم باید بکنیم یه دونه بابا، یه دونه بلاک خاک سبز به من بده، همین. من هیچی دیگه نمیخوام الان از شما. استخون داد، چقدر استخون. میتونم یه گله سگو بسپرم رام کنیم. یا علی حمله به گله سگان. خب بکنیم. الو اون اول که آب میخواستیم اون موقع آب نداد، تازه الان آب میده. خب من اینو چه کارش بکنم والا. خب بکنیم چقدر طول میکشه. واو کریم کلنگمون شکست. بکنیم بریم کلنگ بگیریم میاریم. خب کلنگ بکنیم میتونیم بیاریم. نه خب چوب میخوایم یه ذره چوب بکنیم. اینم از چوب، اینم از شلات. خب حالا بکنیم. نه این که کجاش به کلنگ معنیتش؟ لحظه الان به نظر من باید برم یه دونه چست درست بکنم که فقط داخلش چیز قرار بدم. بذار اینا رو بکنم دیگه. دستم هم پره، صندوق هم داره پر میشه دیگه. آرام اوضاع داره بد میشه. ادامه بدیم. انداز هرچی بکنم به هم تو اینجا میمونه، درسته؟ یا نه؟ الان من دارم این نشون دیگه چیزی نکنم، داره همه چی میریزه زمین. آره 6 تا چست دارم، خاک ندارم، شن دارم. من هدفم چی بود؟ که این دیوارا رو شنی بدم. خب شنی نداریم که پس ما میریم چیکار کنیم؟ میایم اینجا رو شنی میدیم. ما گفتیم میخوایم یه بخش از خونه شنی بدیم، نگفتیم کجا رو. حالا ما اینجا رو شنی میدیم. به کسی ربطی داره؟ نه. این خاکا از دست داریم میدیم هم تو یکی یکی. خدافظ، بای 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 بای. از یک ایل خاک خداحافظی کردیم تا به اینجا برسه. خب اینم از این درستش کردیم. چه خوشگل شد و گولی شد. خوشگل شد گولی. ببینیم چی داریم. اسلپ داریم، یه ذره اینجا رو اسلپ بذاریم. خب برو
اینجا یه ذره اسلپ کار بکنیم. یعنی با اون یکی تو یه خط دیگه. خب دو خوبه. اینجا یه دست من الان اسلپ کار بکنم تا اینجا خوبه. خوب اینجا یه دونه از اینا بذارم. بعد الان من بیام پایین اسلپ بذارم. اسلپ بهش میگیم. هر چی میگیم به درد میخوره. تناب به درد میخوره؟ نه به درد نمیخوره. نمیخوره. من میگم نمیخوره. داداش تو چیکار داری؟ خب هم از این. خب از اینا که هنن داریم به درد نمیخوره به نظر من، یا حداقل الان به کار من نمیاد. خب من الان بگیرمش میبینم اسلپ میدم درست کنم. اسلوپ ولکن حوصله نداریم. حاجی اینجا رو دیوار زدم حتی جلو صورت خودم. یه ذره سنگ بکنیم. یه ذره سنگ بکنیم سریعا که سنگ بتونیم جمع کنیم. بعد بریم باش اسلپ درست کنیم. اونجا رو اسلپ بزنیم دیگه. همین دیگه. حالا من اینجا رو یه حساب میذارم میرم سنگ رو درست کنم میذارم اینا.